سلامی دوباره خدمت تک تک اونایی که اومدن این فیلم منو ببینن. امیدوارم که خوشتون بیاد. امروز اومدم یه جای هیجان انگیز رو بهتون نشون بدم به اسم آبشار بیشه. خب یکم در مورد آبشار بیشه براتون بگن، بعد بریم سمت لوکیشن. آبشار بیشه یکی از بلندترین آبشارهای ایران حساب میاد که ارتفاع آن 48 متر است. کوههای اطراف آبشار بیشه سرشار از درختای بلوط و کوههای سر به فلک کشیده است. خب داریم میریم سمت آبشار بیشه. اینم از پل بیشه که خیلی قشنگه. با من همراه باشین که بهتون نشون بدم چقدر زیباست. آبشار بیشه 48مین اثر ایرانه که در سال 1387 وارد فهرست میراث طبیعی شده. آبشار بیشه با 48 متر ارتفاع یکی از بزرگترین آبشارهای ایران به حساب میاد. بعد از مسیر 10 دقیقه‌ای پیاده روی اومدیم آبشار بیشه رو بهتون نشون بدیم. توی آب و هوای بارونی خیلی خوبه آب و هواش. امیدوارم که یه روزی بتونین بیاین حتما. خب من مجبور شدم که بیام جلوی دوربین یکم جلوتر از آبشار قرار بگیرم، چون که میکروفون می‌خواستین اینکه باران زد توش از کار افتاد. اگه از این فیلم من خوشتون اومد، دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک رو بذارید، کامنت بذارید. دمتون گرم.